خوش اومدین دوستان. بیاین با آماده کردن محلول آب نمک شروع بکنیم. در یه ظرف سبک طوری که پاهاتون توش جا بشه 2 کف دست پر 250 گرم نمک ارزون قیمت، نمک خوراکی بریزید. آب گرم استفاده کنید، آب داغ نباشه. 3 بند انگشت، این کاملا یه دونه انگشتتون توش جا بشه که بیادش تا قوزک پا مقدار آب. بعد از این پاها رو توی ظرف آب نمک بذارید، پشت رو صاف نگه دارید، زبان رو به سقف دهان بچسبونین که میخوایم مراقبه رو شروع بکنیم. آگاهیمون رو به احساساتی که توی بدنمون داریم میاریم، با خبر از دممون، با خبر از بازدم، با خبر از فاصله میان دم و بازدم بگذاریم بدن با سرعتی که خودش میخواد دم و بازدم کنه. میخوایم با خبر بشیم از مرکز قلبمون. در مرکز قفسه سینه مرکز انرژی وجود داره به نام مرکز قلب. بیاین به مرکز قلبمون لبخند بزنیم. حالا کره زمین رو به اندازه توپ کوچولو مقابل خودتون تصور کنین و دست‌ها رو بالا بیارین طوری که کف دست‌ها رو به بیرون باشه. همینطور که در تصویر انیمیشن مشاهده می‌کنیم، می‌خوایم تجسم بکنیم که انرژی‌های صلح، انرژی‌های عشق، انرژی‌های نور که بر ما جاری میشه، ما صرفاً یه وسیله میشیم که از دستان ما خارج میشه و وارد زمین مینیاتوری مقابل ما میشه. تجسم بکنید شما یه دونه از افرادی هستید که برای نه فقط خود بلکه اقوام، دوستان، همسایه ها، مردم روستا و شهر و کشور درخواست صلح، عشق و شفا رو داریم. متصل هستیم با خیرخواهان بسیار بیشمار زمین از سنت‌های مختلف، رنگ پوست‌های مختلف، سنین مختلف، جنسیت‌های مختلف. به این میگیم دعای بزرگ. یک کار گروهی هستش. در این وحدت تجسم کنیم، بگیم از نقطه نور در ذهن خداوند باشه، نور جاری بشه به ذهن همه انسان‌ها و موجودات. نور به زمین نازل بشه. در این ماده نور الهی جاری میشه. از قطب شمال کره زمین تجسم کنیم که شهرهای نیمکره شمالی از ایران عزیزمون هم میگذره و که شهرهای نیمکره جنوبی تا قطب جنوب مشمول نور و روشنایی الهی میشن. تجسم کنیم که ذرات نور الهی، هر ذره شفاست، وارد هر تار و پودی میشه، روشنایی رو هدیه میده. به کسی اجبار نکنین رحمات رو، بذارین هر کسی به اندازه‌ای که مایل هستش ازش برداره. مثل خورشیدی که میتابه، ما صرفاً یه وسیله هستیم در این لحظه. حالا میریم سراغ کیفیت دوم انرژی. بهش میگیم کیفیت انرژی عشق. از نقطه عشق در قلب خدا. بچه اینها سمبولیک هستش. منظور پاکترین عشق، عشقی بی قید و شرط، عشقی مرهم بخش، رهایی بخش، آزادی بخش هستش. مرکز عشق در قلب خدا باشه، عشق جاری بشه به قلب انسان‌ها، موجودات بدون استثناء. جایی که کینه هست، تنفر هست، کدورت هست، باشه به جاش دانه عشق بکاریم. متشکر و قدر دانیم. قطب شمال، نیمکره شمالی، ایران عزیز، خاورمیانه عزیزمون، همه کشورهای همسایه دور و نزدیک، تمامی مردمان زمین مشمول این عشق الهی. کیفیت سوم رو میخوایم بریم سراغش. بیت سوم از نقطه‌ای که اراده خداوند شناخته میشه باشه، اراده الهی هدایتگره، اراده کوچک ما مردمان باشه. خود متشکر و قدر دانیم بابت متبرک شدن همه ما آدم ها، ما مردمان عادی گرفته تا رئیس رؤسای همه سطوح روستایی، شهری،
کشوری، بین المللی، تمامی کشورها، مردمان همه زمین. باشه ما مردمان پاک بشیم از اراده های خودخواهانه و پلید، به جاش متبرک بشیم با اراده نیکوکاری، خوش ارادگی در انجام کار درست، کلام درست، پندار درست و خودداری کردن از امور نادرست. آمین. که با خدا همه چیز ممکنه. شفا و همراستایی با روح الهی رو تجسم کنیم برای همه. خود به شمال تا جنوب، ببینیم موجی پس از موج دیگر رحمات پروردگار هستش که این شفا رو با خودش برمخان میاره. بیت 4 میگیم باشه ما مردم ایران، باشه ما مردم زمین، طرح عشق و نور الهی رو انتخاب کنیم ولو در لحظات سخت، زمانهایی که خودخواهی راحت تره. باشه به جاش عشق و نور الهی رو انتخاب کنیم، دری که خودخواهی یا به اصطلاح قدیمی تر شیطان از اونجا میرونه رو مهرموم کنیم، به جاش برمغان بیاریم، از طریق پندارمون، گفتارمون و کردارمون برمغان بیاریم آگاهی وحدت رو، استفاده کردن از همه امکاناتمون استوار بر اصل عشق و یگانگی. انگار طوری در مورد دیگری فکر کنیم، گفتار کنیم یا کردار داشته باشیم که دوست داشته باشیم دیگران نیست با ما اونطور رفتار کنن. باشه این روح وحدت سرتاسر بشریت رو در بر بگیره. باشه نور، عشق، قدرت الهی، طرح صلح الهی، دوستی، مهر، محبت، شفای الهی رو بر جای جای زمین، گوشه و کنار ایران عزیز، خاورمیانه عزیز، شهرها و روستاها، کشورهای دنیا احیا و اجرا کنه. باشه نور، عشق، قدرت الهی، طرح الهی رو بر جای جای زمین احیا و اجرا کنه. آمین. این گونه باشد. So be it. So it is. بد نیستش که اعضای خانواده‌مون، دوستان و عزیزانمون رو هم به خاطر بیاریم. باشه تا این رحمات نور خداوند روشنایی ذهن و وجودشون باشه، عشق الهی مرهمی برای قلب هاشون باشه، اراده نیکوکاری، خوش اراده بودن در انجام کار درست، با پشت کار بودن در پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، تواضع داشتن در آموختن درس ها و فراموش کردن کوتاهی ها یا اشتباهات دیگران، توانایی تمرکز روی بخشی از زندگی که روش کنترل دارن. متشکر و قدر داریم بابت حفاظت الهی، کمک و راهنمایی الهی. هر زمانی که خواستین جلسه رو به پایان ببرین، دست ها رو به هم مالش بدین. به آرامی صورت رو ماساژ بدین. شانه ها رو کمی ضربات نرم و آهسته بزنین. سمت راست زیر دنده ها، جایی که کبد رو داریم. سمت چپ جایی که طحال رو داریم. پشت، نواحی کلیه ها رو کمی ماساژ بدین یا ضربای بسیار نرم و آهسته بزنین. بعد از این جلسه لطفاً پاهاتونی که خوش کردین شروع بکنین و یک ذره تمارین ورزشی، حداقل تمارین کششی رو انجام بدین تا کمک بکنه که یک سری از انرژی های قدیمی تر بتونه راحت از بدن هامون خارج بشه و همچنین کمک میکنه که انرژی های جدید هم جذب بشن. متشکرم.